الله الحسین آشنا فرماید. صلوات عنایت فرمایید. قبلا یادآور شدم که کفر و ایمان دو نوع موضع‌گیری است. نمی شود مؤمن بود و موضع نداشت و همچنین نمی شود کافر بود و دارای موضع نبود. برای آنکه در مفهوم کفر و ایمان صرف ادعا و صرف باور ذهنی نیست، هم مفهوم کفر معطوف به عمل هست و هم مفهوم ایمان معطوف به عمل هست. و این ایجاب اتخاذ موضع می کند. شما می دانید وقت که آدم در یک جبهه سیاسی باشد مواضعی دارد که به محض موضع‌گیری شناخته می شود به کدام جبهه سیاسی متعلق است و اگر کسی به یک جبهه مربوط باشد آدم می داند دارای چه موضع است، حال در مسائل سیاسی، اجتماعی و خیلی مسائل دیگر. مسئله فکری هم همین گونه هست. وقت آدم به یک جناح فکری متعلق است و مربوط، اون جناح فکری همان گونه که فلسفه دارد، باور و اعتقاد دارد، دستورالعمل ها دارد، عمل دارد و موضع دارد. مسئله ایمان هم همین گونه است. ایمان یک موضع گیری است، همان گونه که کفر و شرک موضع گیری است در برابر ایمان. آیه ای را که خدمت شما تلاوت کردم حدوداً اشاره به همین مسئله دارد. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. از مردم کسانی هستند که شریک‌هایی یا خدایانی را برای خود انتخاب می‌کنند. یتخذون من دون الله اندادا، غیر از خدا خدایان دیگر برایش انتخاب می‌کنند. یحبونهم كحب الله، اونهایی را که به عنوان خداوندگارانشان انتخاب می‌کند
اونها را مانند خدا دوست دارند. والذین آمنوا اشد حبا لله، اونهایی که ایمان دارند و مؤمنند اینها دوستی بسیار شدید و عاشقانه نسبت به خدا دارند. موضع‌گیری به همین گونه روشن می شود. اونهایی که کافرند، مشرکند، خدای یگانه را قبول ندارند، اینها برای خودشان خدایان دیگر دارند و اون خدایان خود را هم دوست دارند. همان گونه که مؤمنین شدت علاقه و شدت محبت و عشق را نسبت به خدای جهان و پروردگار جهان دارند. در رابطه با مشرکین و کافرین باید خدمت شما عرض کنم که منظور تنها بت پرست ها نیست. تنها اونهایی نیستند که بت می پرستیدند و خدای عالم را یا قبول نداشتند یا بت‌ها را شرکای خداوند می دانستند. و حقانیت دین هم اگر برای اونها ثابت می شد کفران می ورزیدن و کفر می ورزیدن و نمی پذیرفتن. مسئله انداد، اونهایی که مانند خدا نسبت به اونها یک تعداد عشق و علاقه بی‌ورزند، میتواند چیزهای فراوان باشد. انسان پرستی هست، فرشته پرستی هست، شیطان پرستی هست، آفتاب پرستی هست، ماهتاب پرستی هست، خیلی چیزهای دیگر در این دنیا هست و چیزهایی هم که رسما از اونها به عنوان خدا کسی یاد نمی کند، به عنوان بت یاد نمی شود، به عنوان اله مورد پرستش یاد نمی شود. اما آدم نسبت به اونها در درون خود مقام الوهیت ایجاد می کند و اونها رو در موقعیت خدا قرار می دهد و عبادتش رو می کند و نسبت به آن عشق می ورزد. اونهایی که به جاه و مقام به عنوان یک خواسته فکر می کنند، اونهایی که فقط بر پای پول سجده می کنند و اونهایی که بر پای خیلی از چیزهای دیگر سجده می کنند، اینها همه اندادن، نیدهایی هستند که آدم را از پرستش خدا باز می دارد و هر کدام اینها به عنوان یک معبود و به عنوان یک بت برای آدم در می آید. به همین دلیل در سوره توبه هم آیه هست: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله بامره. اینجا تقریبا یک بخشی از حدود انداد را روشن می کند. ای پیغمبر به مردم بگو، به مسلمین بگو. دیشب من برای شما عرض کردم که ما اگر مطابق فرمایش قرآن خدا رو دوست داریم، ما به این دوستی زمان نائل می شویم که از پیغمبرش تبعیت کنیم و اطاعت رسولش رو کنیم. و توضیح هم دادم
که در هر راهی و هر مشربی آدم قدم می‌گذارد، با پای عادی ممکن است آدم به جایی نرسد. با تلاش فردی ممکن است آدم به مهلکه های خود را گرفتار کند. طی هر طریق پیر راه می طلبد، مرشد می طلبد، راهنما می طلبد، کسی را می طلبد که راه رو بداند، مقصد رو بلد باشد، راه رفتن رو بداند، وسایل و ابزار نیاز راه رو درک کند. باید دنبال چنین مرشدی آدم حرکت کند تا آدم را به سر منزل مقصود برساند. آدم درس طب را نزد استاد انجینری نمیخواند و هیچگاهی هم درس تفسیر را از معلم ریاضی نمی طلبد یا حل معادلات ریاضی را از یک نفر که در علم الحدیث یا ادبیات وارد است نمی طلبد. هر چیزی برای خودش راه دارد، باید از راهش رفت و از راهنما و اونهایی که تجربه رفتن رو دارن و واردن در اون مسیر، از او باید استفاده کرد و دنبال روی نمود. دیشب این مسئله رو توضیح دادم. این آیه شریفه هم پیغمبر رو مخاطب قرار میده. ای رسول من، ای پیغمبر من، تو که شاخصی، تو که علامت راهی، تو که راهبری، تو که راهنمایی، باید مردم را عملا رهبری کنی. در چه طریق؟ در طریق رفتن به سوی خدا. ببین برادر خواهر، آدم خدا به آدم عقل داده. عقل آدمی وسیله است که آدم زندگی را، نیازمندی های زندگی را، مسائل مربوط به زندگی را توسط عقل خود آدم باید سامان دهد. اگر شعار عقل ورزی هم زیاد داده می شود، در همین رابطه هست که آدم برای خوب زندگی کردن، موفق زندگی کردن، درست زندگی کردن، بی خطر زندگی کردن یا لااقل کم خطر زندگی کردن، باید به عقل و وجدان و تفکرش مراجعه کند و عقلش را فعلیت ببخشد و از او استفاده کند. در مناسبات اجتماعی، در برخوردها، در معاملات، در همه چیز از عقل و خردش استفاده کند. حتی مسئله دیانت، مسئله خدا پرستی، مسئولیت پابندی به مسائل دینی باز هم مسئولیتی است متوجه عقل آدمی. آدم غیر عاقل، آدم دیوانه، آدمی که قدرت عاقله در او آسیب دیده، هیچگاه تکلیف ندارد. نه خدا از او میپرسد و نه بندگان خدا او را مسئول میداند. مسئولیت دین و دنیا، مسئولیت در برابر خدا و خلق خدا، مسئولیت در برابر دیگران و در برابر خود، همه اینها مربوط می شود به عقل و خرد انسانی. منتها چون مسئله خدا پرستی، رفتن به سوی خدا مسئله پیچیده است، خیلی مسئله ساده نیست. ممکن است با عقل آدم راه رو گم کند و به او جای که لازم است و به مقصد نرسد. خداوند بندگانش را خود دستگیری می کند و پیغمبرانش را فرستاده است تا بندگانش رو یاری کند در زندگی این دنیا و عقول اینها را مطابق فرمایش
حضرت علی ابن ابی طالب که میفرماید پیغمبران آمده تا ذخایر عقول مردم را به فعلیت برساند. وظیفه پیغمبر بردن تا سر منزل مقصود نیست، او عقل رو تحریک می کند و ابزار لازم را در اختیار عقل می گذارد، کمک می کند، بقیه را واگذار می کند با خود انسان و عقل و فکر انسان تا او با پای خود راه برود. او میگوید چگونه راه برو، اما تو باید راه بروی. او نشان میدهد که چگونه به مقصد خود رو برسان، اما تو خود رو باید خودت برسانی. اینجایش دیگه وظیفه انسان ها هست که باید خودشان برود. پیغمبران آمده تا دست انسان را بگیرد، بین زندگی این جهان و زندگی آن جهانش یک تناسب ایجاد کند، تا اینکه او همه چیز رو در اینجا غرق نکند، برای روز مبادایش هم سرمایه گذاری کند، با دست خالی وارد زندگی پس از این زندگی دنیایی نشود. پیغمبران آمده تا آدم رو کمک کند و رابطه او را با خدایش ایجاد کند. اگر پیغمبر میگه دروغ نگو، نماز بخوان، روزه بگیر، فساد نکن، گناه نکن و امثال اینها رو اگر در رابطه با زندگی دنیایی ما میگوید، به خاطر آن است که ما او زندگی را تخریب نکنیم، به همون اندازه که مربوط به زندگی آخرتی و مربوط به زندگی انسان با خدای انسان می شود. پیغمبران کمک می کنند تا خراب نشود، برای آن که رابطه دوستی تو با خدا استوار بماند، برای آن که رابطه دوستی با پروردگار جهان آسیب نبیند، برای آن که تو در حجاب ناآشنایی با خدایت باقی نمانی، پیغمبر دست مردم رو میگیرد، آن هم بر اساس هدایات الهی. چون عرض کردم خدا عاشق بنده خود است. ما متاسفانه خدای قهار و جباری که جز جهنم ندارد برای مردم تبلیغ کرده ایم، در حالی که خدا مهربان است، خدا حبیب است، خدا دوست است و بهترین کلمه‌ای که در این رابطه استعمال می شود خدا رفیق بندگان خودش هست. وقتی یکی از دنیا می رود می گوییم به رفیق اعلی پیوست، پیش او رفیق بلند مرتبه اش رفت که او خدا هست. خدا رفیق مردم است. پیغمبر تلاش دارد به هدایت الهی و به دستور الهی، چون خدا بندگانش رو دوست دارد میخواهد دستشون رو هم بگیرد و این رابطه دوستی آسیب نبیند. یکی از مواردش همین است که انسان دچار اشتباه می شود، بت پرست می شود، دچار اشتباه می شود، آفتاب رو می پرسته، دچار اشتباه می شود، ماه رو می پرسته، دچار اشتباه می شود، ستاره می پرسته، دچار اشتباه می شود، درخت می پرسته، چشمه می پرسته. حتی شاید دیده باشین در گزارش های تلویزیونی در هندوستان یکی از معابد بسیار بزرگ معابد موش هاست. یک تعداد موش رو می پرستن، یک تعداد بوزینه رو می پرستن، یک تعداد نمیدانم شیطان رو می پرستن و امثال اینها. یک تعداد هم چیزهای رو می پرستن که خیال می کنن اینها هیچ وقت جای خدا رو نمیگیرن. خود رو خدا پرست هم میدانن و بت پرست و مشرک هم نمیدانن و در عین حال دچار لغزش میشه.
آیه رو که خدمت شما از سوره توبه قرائت کردم، خدا میگه به بندگانم بگو ای پیغمبرم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله. ای پیغمبرم از مردم بپرس آیا پدر و مادر، خواهر و برادر، پسر و دختر، همسر، زن یا شوهر، عشیره و قوم، دارایی که جمع کرده ایم، تجارتی که از کسادی بازارش می ترسید، خانه های زیبایی که خریده اید و آماده کرده اید تا در آن خوش زندگی کنید، اینها در نظر شما از خدا و رسول خدا محبوب تر است؟ فتربصوا حتی یأتی الله بامره. پس منتظر باشید تا امر خدا برسد. والله لا یهدی القوم الفاسقین. لحن آیه قسمی است که دوست داشتن پدر درست است، دوست داشتن مادر درست است و خوب است، دوست داشتن خواهر و برادر خوب است، دوست داشتن اولاد خوب است، دوست داشتن همسر خوب است، دوست داشتن مال حلال مذمت ندارد، دوست داشتن تجارت حلال مذمت ندارد، خانه خوب داشتن مذمت ندارد. اینها رو اگر دوست داشته باشی گناه ندارد، بد نیست. اما اگر در زندگیت اینها بیاید جای خدا رو پر کنه، اینجاست که تو بت پرست شده ای، اینجاست که حسابت خراب میشه. بین خدا و پدر و مادر که برایت مهمتر است؟ بین برادر و خواهر و خدا کی برایت مهمتر است؟ بین اولاد و خدا کدام برایت مهم است؟ بین پول و خدا کدام برایت مهم است؟ بین خانه و خدا کدام برایت مهم است؟ بین تجارت و خدا کدام برایت مهم است؟ بین ریاست و خدا کدام برایت مهم است؟ کدام مهم است؟ یعنی این که به خاطر کدام از کدام میگذری.